سلام بچه‌های شیرین، درس نوبتی‌مان را از روی کتاب الفبا آغاز می‌نماییم. امروز ما با شما با حرف یو آشنا می‌گردیم. این حرف یو است. بیایید یک جای تلفظ می‌کنیم. یو، یو، یو. بسیار خوب. حرف یو حرفی یاد بر سر است. ما با شما در درس‌های پیش 3 یاد بر سر رو از خود نموده بودیم. یا، ی و امروز ما با شما با حرف یو آشنا می‌گردیم که این حرف یاد بر سر است. بیایید با حرف یو شعر می‌خوانیم. یونچقه آرد یونس با چهره بالیده، برچه شد بیقرار یونچقه را بدیده. در خط حرف یو چنین نوشته می شود: یوی کلان و یوی خرد. بیایید ما در تخته صنف می نویسیم حرف یو را. این یوی کلان است. اکنون یوی خرد رو می نویسیم. یوی خرد چنین نوشته می شود: بیایید کلمه های زیرین رو یک جایه می خوانیم. یونس، یونس. هم دیگر، همدیگر. قیوم، قیوم. یوسف، یوسف. ایوب، ایوب. چاره، چارهشان، چارهشان. دلیر، دلیر. ورزش، ورزش. یونس، یونس. اکنون بیایید یک چند کلمه ها رو در تخته صنف بنویسیم. یو، نو، او، س. یونس. کلمه یوغن رو می نویسیم. یو، غن، غ، ا، ن. یو غن نوشتیم. یوسف می نویسیم. یو نوشتیم. یو سوف، س، او، ف. اکنون بیایید متن زیرین رو میخونیم. پرشوت، پرشوت. یوسف، یوسف. یونس، یونس. قیوم، قیوم. و ایوب. در یک صنف. میخوانند، میخوانند. یوسف، یونس، قیوم و ایوب در یک صنف میخوانند. آنها با همدیگر جوره میباشند. آنها با همدیگر جوره میباشند. جوره، جوره ها، جوره ها. ورزش را، ورزش را.
ورزش رو دوست می‌دارند. جوره ها ورزش را دوست می‌دارند. هر چورشون. دلیر و نوترسند. هر چورشون دلیر و نوترسند. آنها خود را با پاراشوت میپرتویند. آنها خود را با پاراشوت میپرتویند. خوب بر رسم زیری نظر میکنیم. در این رسم ما کیها رو میبینیم؟ ما بچه ها رو میبینیم که چی کار دارن؟ آنها با ورزش مشغولند، یعنی که آنها با پاراشوت خود رو میپرتویند. این کیست؟ این یوسف، اینش یونس، اینش قیوم و اینش ایوب است. آنها با ورزش شغل دارند و با واسطه پاراشوت خود را به زمین میپرتویند. بچه های شیرین، در همین جا درس امروزه ما به پایان میرسد. شاد و فیروز باشید.